تنها چیزی که قضا و قدر رو عوض میکنه دعاست. واقعا حرمانه، محرومیت اگر کسی رو به چنین خدایی نیاد و تو این ماه با چنین خدایی و چنین ربی و چنین معبودی که رب ماست آشتی نکنه. اگه تا این شب تا امشب یا کوتاهی کردیم، شبهای سرنوشت سازی در پیش داریم، اونها رو از دست ندیم. چقدر برکته. اگه تو شب قدر قرار بگیری چی میشه؟ اگر خدا این یک رمضان رو از تو قبول بکنه، صادقانه و جانانه با خدا حرف بزن، بگو خدایا این رمضان تحول من و خانواده، من جانانه از تو میخوام این رمضان تحول باشه، تبدیل باشه. من میخوام تبدیل بشم.